انسان اگر خود را به حق مشغول نکند، نفس او را به باطل سرگرم میکند. تمام تلاش و کوشش شیطان اینه که انسان را از اون اهم باز بدارد. انسان وقتی به اون اهم رسید از چنگ شیطان فرار میکند تا توانست انسان رو به حرام میکشاند، چون یأمر بالفحشاء و المنکر. نشد به معاصی صغیره. انسان تابع شیطان نشد در معاصی کبیره و تابع شیطان نشد در معاصی صغیره، او رو به مکروهات سرگرم میکند. اگر تابع شیطان نشد در مکروهات، شیطان او رو به مباحات سرگرم میکند. میگه اینا چی عیب دارد؟ مگه چیه؟ اگر انسان خود را از چنگ شیطان در سرگرمی و مباحات نجات داد، شیطان او را به مستحبات سرگرم میکند که از واجب بمان. نوبت به واجب که رسید با یه وضع ساده میگذرد. اگر نشد، انسان تمکین نکرد، شیطان انسان را به واجبهای متعارف سرگرم میکند که از واجب اهم بماند. این طور نیست که او کسی را رها بکند، مگر اینکه انسان به حد اخلاص برسد که دیگر شیطان بود دسترسی ندارد.